دوستانی عزیز، سامانه آیلتیجی همه شمایان رو با نوروز عالم افروز مبارکباد میگوید. با افتخار این روز از سنه 21 مارس تا 27 مارس در کشور عزیزمان روزهای استراحتی اعلان شده است. ما با شما امروز درباره جشن مراسم هایی که در کشور عزیزمان برگزار می‌گردد معلومات می‌دهیم. ما را همراه باشید. روز 19 مارس انجمن چهارم بین‌المللی نوروز دوشنبه محور روابط فرهنگی و سیاحی برگزار می‌گردد که چهاربینی‌های ادانه را باز می‌کنند. بخشیده به جشن نوروز از 19 تا 22 مارس در شهر دوشنبه کنسرت و نمایش‌های فرهنگی، مسابقه‌های ورزشی و برنامه‌های مخصوص برای جوانان پیشکش کرده می‌شوند. 21 مارس در بلندترین نقطه پایتخت باغ غلبه ساعت 4 صبح مراسم استقبال نوروز برگزار شده. در تمام ناحیه‌های شهر دوشنبه کنسرت‌های ادانه برگزار می‌شوند. روز 21 مارس ساعت 15:00 در مؤسسه دولتی نوروزگاه مسابقه بین‌المللی اسب‌دوانی آغاز می‌شود. شام 21 مارس ساعت 20:00 در میدان استقلال برنامه کنسرتی نوروزی و ساعت 21:00 آتشبازی ادانه برگزار می‌گردد. 22 مارس فستیوال بین‌المللی سیاحی و جشنواره خوراک‌های ملی در باغ ایران برگزار خواهد گشت. روزهای 23 و 26 مارس در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت مسابقه سیاحی ورزشی برگزار می‌شود که در آن 55 نفر از جمله از ازبکستان، قرقیزستان و ایران شرکت می‌ورزند. روزهای 25 و 27 مارس در شهر استرافشان مسابقه گوشتنگیری برگزار گشته در آن پهلوانان ازبکستان، قرقیزستان، ایران و روسیه شرکت خواهند کرد. امسال جشن اساسی بخشیده به نوروز سنه 31 مارس در شهر خوجند برگزار می‌گردد که در آن رهبران سه دولت یعنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت قرقیزستان صادر جاپارов اشتراک می‌ورزند. Pakistan!